ویدیو میخوایم در رابطه با تمیز بودن مژه ها قبل از شروع کار که یکی از اصلی ترین موارد در بالا رفتن ماندگاری کار شماست صحبت کنیم. قبل از اینکه شما کارتون رو شروع بکنید باید مژه های مشتری رو حتما تمیز کنید. قبلا با شامپو بچه این کار انجام میشد ولی امروزه این روش منسوخ شده. حالا چرا نباید از شامپو بچه برای شستشوی مژه ها قبل از اکستنشن استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه شامپو بچه حاوی فرمولاسیون چربی توی ساختارشه و pHش متناسب با pH چشم نیست. در نتیجه ما از شامپوهای فومی و یا شوینده هایی استفاده میکنیم که بدون مواد حساسیت زا، فاقد چربی، الکل و رنگ هستند و به صورت تخصصی برای پاکسازی و تمیزی و آری شدن چشم از هر گونه آلودگی تولید شدن. این محصولات pHشون با pH چشم یکیه و باعث میشه که چشم آسیب نبینه، از هر آلودگی هم پاک بشه.